امروز در اجلاس نوبتی پارلمان تاجیکستان طرح مبلغ گذاری که از جانب حکومت تاجیکستان و اساسیاسیون بین المللی رشد پیشنهاد گردید از جانب وکیلان پارلمان تاجیکستان با جمع آرا به تصویب رسید که نام آن رسما این است که مبلغ گذاری ایلابگی برای لایحه تحکیم نظام حفظ اجتماعی است. اما بحث اصلی و مغز این صحبت درباره کمک یک دفعینه پولی به اهالی کمبزاعت تاجیکستان می باشد که از جانب اساسیاسیون بین المللی رشد به این قشر نادار تاجیکستان رسانیده می شود. اما سوال اصلی که در اینجا مورد بحث و سوالهای زیاد وکیلان قرار گرفت این بود که معیار کمبغلی، یعنی نفری که کمبغل است اون کی است و چرا می شود در تاجیکستان کمبغل یا فقیر نامید و محض این کمک یک دفعه باید حتما به دست این نفر کمبغل باید رسانیده شود. از جمله از طرف رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف ذکر کرده شد که طی 10 ساله ها درباره کمک های یک دفعه به اهالی کمبزاد رسانیده می شود، ولی تا حال حاضر این کمبغل یا که عنوان فقیر هنوز بهای درست داده نشده است و تا حال تشخیص نشده است که کمبغل کی است و بر اساس کدوم معیار تا حال حاضر مقامات رسمی تاجیکستان به این قشر نادار تاجیکستان کمک یک دفعینه میرسانند. اما نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان که این طرح سازشنامه را ارائه کرد، یعنی معاون وزیر تندرستی تاجیکستان سیده عمرزاده، اون ذکر نمود که نفری که کمبغل نامیده میشد یکم جای کار ندارد، دوم معاش مناسب ندارد، سوم کودکانی دارد که با اونها مشغول است و اون امکان نمیداد که اون به کار برود، چهارم اون فرزندان دانشجو دارد که اونها با طریق شرطنامه تحصیل میکنند. نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که معیار یا نشان دهنده های کمبغلی در تاجیکستان که به 32 عدد عبارت بود، حالا با در نظر داشت شفاف صورت گرفتن این مسئله به 47 عدد رسانیده شده است. اما از طرف دپوتات های دیگر هم این سوال مطرح شد که تا حال حاضر مبلغی که جدا کرده می شود و در دهات و جماعت ها و در شهرک و ناحیه ها به افراد کمبغل داده می شود، متاسفانه به دست افراد کمبغل رسانیده نمی شود و معلوم نیست که تا حال حاضر این مبلغ اصلا در کجا صرف کرده می شود. و نکته دیگری که در اینجا ذکر کرده شد، طی این 10 ساله هایی که میگذرد و میزان کمبغلی یا فقیری در تاجیکستان که از 80% امروز به 40% و به 30% و در حال حاضر به 29% رسیده است، اما تا حال حاضر معلوم کرده نشده است که بر اساس کدوم معیارها این میزان کمبغلی در تاجیکستان کاهش یافته است و به این سوال ها مقامات مسئول تاجیکستان در این اجلاس پاسخ درست و سالم گردانیدن نتانستند. این نکته را هم باید بگویم که بحث این سازشنامه در نسبت به دیگر مسئله هایی که در این پارلمان مورد بررسی در اجلاس قرار گرفتن خیلی دامنه‌دار و تند و تیز بود، اما مسائل های دیگر به زودی پذیرفته می شدند. در دایره این سازشنامه حکومت تاجیکستان و اساسیاسیون بین المللی رشد در نظر دارند که به 68 اهالی، یعنی به 68 شهر و نواحی تاجیکستان کمک یک دفعینه پولی رسانند. میرزا نبی خالقزاد، شهلا عبدالله، رادیو آزادی دوشنبه.